سفارت توجیکستان در روسیه شهروند توجیکستان بودن صادق ارتیقوی 39 ساله را تایید کرد. او در همکاری با فرد متهم در حمله به متروی سنت پتربورگ گمانبر دانسته می شود. مقامات روسیه میگویند از منزل صادق ارتیقو مواد ترکنده پیدا کرده. همچنین تفتیش زنگ‌های تلفنی نشان داده است که او با اکبرجان جلیلوف متهم اصلی در حمله خونین 3 اپریل ارتباط داشته است. سرور بختی سخنگوی سفارت توجیکستان در روسیه 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت شهروند این کشور بودن ارتیقو تصدیق شده است. شهروندی ما است، اما زاده چی قربان تپه هست، زاده قربان تپه همون چی شهروندی تاجیکستان بوده است. قریب 15 سال که همینجا است، 15 سال بوده همینجا کار و فعالیت میکرده است در روسیه. در همون یکی از کافه ها همون چی بوده هر آشپز تا قرار سود نشود اینا گناهگار گفتن ممکن نیست. به هر حال تا ماه ایون اینا چنین بازداشت می شود. خود ارتیقو در پرسش ابتدایی ربط داشتنش را به ترکیش رد کرده گفته است تمام مواد دریافت شده از منزل او به یکی از دوستانش متعلق بود که حالا به وطن رفته است. بر اساس قرار دادگاه صادق ارتیقو تا 3 ایون امسال در بازداشتگاه خواهد ماند.